سلام عرض میکنم خدمت دوستان. خداوندلو هستم. امروز با یکی دیگه از آموزش‌های مکانیک خودرو در خدمتتون هستیم. مطلبی که می‌خوایم امروز راجع بهش صحبت بکنیم نحوه تایمگیری خودروه، نحوه تعویض تسمه تایم یا حالا نحوه تایمگیری خودروه. ببینید قبل از اینکه حالا راجع به نحوه تایمگیری، حالا مخصوصا راجع به موتور خودروی پراید که الان راجعش می‌خوایم صحبت بکنیم، قبل از اینکه حالا به نکات این خودرو برسیم چند تا نکته است راجع بهش می‌خوام صحبت بکنم. ما توی هر ماشینی، حالا داریم راجع به ماشین‌های صحبت می‌کنیم که ارتباط بین میلنگ و میلسوپاپشون با تسمه برقرار میشه که به اون تسمه میگیم تسمه تایم. حالا خودروهایی رو هم داریم که به جای این تسمه که حالا تسمه تایم امرونه هست، به جای تسمه تایم از زنجیر استفاده میشه، یا حالا خودروهای قدیمی تر که به جای زنجیر و تسمه از دنده استفاده میکنن. داشتن تسمه خودش حالا یه سری مزایا داره که میتونیم حالا مثلا به یکیش اشاره بکنیم، اینه که کم بودن سر صدا توی خودرو، سر صدای موتور ما خیلی کمتر میشه، هزینه تعویضش خیلی کمتره نسبت به حالا به زنجیر و دنده. چند تا نکته راجع به حالا خود نحوه تایم گیری، اما یه نکته خیلی مهمی که راجع به خود تسمه هستش که راجع به چی می‌خوایم صحبت بکنیم، این موضوعی که این توی همه ماشین‌ها هم صدق می‌کنه، نه فقط حالا موتور پراید یا خودروی پراید. ما توی تسمه تایم جهت داریم برای جا زدن، یعنی اینکه شما این تسمه رو به هر دو حالت که حالا به این صورت یا برعکس بچرخونید نمیتونید جا بذارید. روی تسمه ها برای اینکه این حالت رو پیدا بکنیم همیشه یه سری فلش برای ما میذاره، کارخونه سازنده یه سری فلش میذاره که حالا اینجا میتونید تو تصویر قشنگ ملاحظه بکنید. شما نوک پیکان این فلش ها رو همیشه باید به سمت چرخش موتور بذارید. موتورهایی که ما راجع بهش صحبت میکنیم همگی جهت چرخششون ساعتگرد هست، یعنی اگر از سمت جلو به این موتور به سمت میلنگش نگاه بکنیم، از جلوی موتور، این موتور به سمت عقربه‌های ساعت مثل عقربه‌های ساعت میچرخه. پس شما برای قرارگیری این تسمه حتما باید نوک پیکان فلش رو به سمت چرخش موتور بذارید. این یه نکته خیلی مهمه، هیچ وقت نباید اینو برعکس بذارید. اما خب بعضی وقتا این دیده میشه که خب روی تسمه ها حالا بسته به اون کارخونه سازنده اون تسمه فلش نمیذارن، یعنی شما یه مقدار کارتون شاید یه مقدار سخت‌تر بشه، اما برای پیدا کردن جهت اون تسمه ها باید چیکار بکنیم؟ شما باید برگردید به علائم و نوشته های روی تسمه دقت بکنید، ببینید اون نوشته ها به چه شکلی نوشته شده، یعنی اعداد و حالا مارک، برند، هر نکته‌ای که روش باشه، هر نوشته‌ای که باشه، برند اون تسمه باشه، سایزش باشه، راجع به هر چیزی که روش نوشته شده باشه. نوشته ها رو شما میتونید از روی اون نوشته ها جهت جا زدنش رو تشخیص بدید، به این صورت که وقتی تسمه رو جا میزنید شما باید بتونید نوشته ها رو خیلی راحت بخونید. یعنی اگر این نوشته ها برعکس باشه، شما برعکس بخونید این نوشته ها رو، جهت جا زدن تسمه‌تون اشتباهه، اون تسمه رو اشتباه گذاشتید. حتما باید وقتی از جلوی موتور بهش نگاه میکنید در صورت نداشتن فلش به نوشته ها نگاه بکنید و نوشته ها طوری باشه که شما خیلی راحت بتونید اینها رو بخونید. این مطلبی بود که حالا راجع به تمام ماشین ها صدق میکرد. اما برگردیم رو خودروی پراید. ما نحوه تایم گیریمون به این شکله. ببینید یه ارتباط خیلی منظمی بین میلنگ و میلسوپاپ برقراره توی موتور. شما حتما باید موقع تعویض، چه حالا در آوردن چه جا زدن تسمه، حتما باید به این علائم دقت بکنید. توی موتور پراید ما قسمت میلنگ، یعنی دنده تایم میلنگمون، روی پوسته اویل پمپمون یه فلش داریم که حالا من با نوک پیشگوشی دارم نشونتون میدم، و برعکس روی دنده تایممون هم یک شیار داریم. شما حتما باید این شیار، یعنی موتور رو انقدری بچرخونید که این شیار روبروی این فلش دقیقاً وایسه. حتما باید این شیار روی دندمون روبروی این فلش وایسه. این میشه تایم پایین موتور ما، یعنی تایم میلنگمون. حالا همینجور که پایین موتورمون
تایم داره، بالای موتورمون هم یعنی روی میل سوپاپمون هم ما تایم داریم که روی میل سوپاپمون، روی دنده میل سوپاپ 2 تا علامت برای ما گذاشته. یه علامت سمت راسته به صورت افقی، یه علامت بالا به صورت عمودیه. نقطه مقابلش دقیقاً روبروی این علامت عمودی ما یه فلش روی در سوپاپ ما هست، یه فلش هم دقیقاً روبروی این علامت افقیمون روی پوسته سرسیلندر که شما علامت افقی رو حتما باید به سمت این فلش بذارید رو پوسته سرسیلندر، عمودی رو هم به سمت فلش روی در سوپاپمون بذارید. اینو میتونیم یه حالت تعریف ساده تر هم براش داشته باشیم، چون بالاخره این موتور میچرخه، حالت افقی و عمودیش تغییر میکنه. شما میتونید به این صورت هم در نظر بگیرید که این 2 علامت به حالت عقربه‌های ساعت در ساعت 3 قرار بگیره. یعنی اگر حالت ساعت 3 رو توی ساعت عقربه‌ای در نظر بگیریم، عقربه کوچیک ما میفته دقیقاً به سمت دست راست و دقیقاً افقی و عقربه بزرگ ما دقیقاً عمودی میشه. این 2 تا علامت باید طوری قرار بگیرن که حالت ساعت 3 رو به ما نشون بدن. این یه نکته. حالا یه نکته دیگه، یعنی به یه شکل دیگه هم میشه اینها رو نشون داد. ما یه پیم روی و یه شیار روی دنده، وسط دنده میل سوپاپمون داریم که نگهدارنده و قفل کنه این دنده است که وقتی پیچو بستیم دیگه این دنده تو جای خودش نچرخه. شما میتونید از این هم کمک بگیرید، منتها دقتمون با اینجا یه مقدار پایین تره. یعنی اگر از علامت های کناریش استفاده بکنیم خیلی دقتمون بالاتر میره، ولی خب میگم میتونید این هم استفاده بکنید که این پیم دقیقاً باید به حالت عمودی و رو به بالا وایسه. یه خار هم یه دقیقاً مثل همین خار روی میل سوپاپ سر میل لنگمون داریم که شما این خار هم مثل دقیقاً بالا روی میل سوپاپمون باید بالای میل لنگ و به صورت عمودی وایسه، کاملاً عمود به میل لنگمون. این 2 تا علامتیه که شما میتونید برای تایم گیری پراید استفاده بکنید. اما برگردیم حالا برای اینکه بخوایم تسمه رو در بیاریم. ما یه بول بیرینگ هرزگرد که به عنوان صفر تسمه تایم داریم روی پوسته موتورمون نصب شده که برای درآوردن تسمه، چون الان تسمه توی فشاره، تسمه خیلی سخت بیرون میاد. برای اینکه راحت بتونیم تسمه رو بیرون میاریم، پیچ وسط این صفر رو یه مقدار شل میکنید، صفر رو کامل میدید میره عقب، پیچو 2 مرتبه سفتش میکنید. یعنی صفر رو یه مقدار میاریم عقب‌تر نگهش میداریم، این هرزگردمون رو عقب‌تر نگه میداریم. تسمه‌مون شل میشه، تسمه رو در میاریم، به جهت صحیح تسمه رو جا میزنیم 2 مرتبه. چون این بول بیرینگ صفر این تسمه هست، باید پیچ وسط رو شل بکنیم و حالا یه فنر به بول بیرینگ و پوسته وصل شده که این فنر وظیفه تنظیم سفت بودن این تسمه ما رو داره که به این صورت که وقتی شما این پیچ رو شل بکنی، چون ما کامل کشیده بودیمش عقب، فنر بول بیرینگ رو مجدد میکشه رو به جلو و تمام خلاصی تسمه رو میگیره. شما هیچ احتیاجی ندارید که این دست به صورت دستی این بول بیرینگ رو بخواید فشار بدید رو به جلو که بخواید تسمه رو یه مقدار بیشتر تو فشار بذارید، یا اگر حس کردید از وسط تسمه رو دارید حرکت میدید، دیدید یه مقدار این تسمه شله، بخواید اینجا رو بیشتر سفتش بکنید. نه، این یه فنر یه فشار استانداردی داره و با خود این فنر به اندازه کافی تسمه ما توی فشار میره. این مطلبی بود که امروز راجع بهش صحبت کردیم که حالا نحوه تایم گیری و تعویض تسمه تایم پراید. امیدوارم از این مطلب استفاده کرده باشید و ان شاءالله تو ویدیوهای دیگه همدیگه رو میبینیم. خداحافظ.